ما این چیز رویج است، اما از نگاه شرعی باشد اگر فقط قسم به نام خدا است، به الله است و به الله است و طلا از این قسم رو میخورد و میشکند، در برابر اینها کفارت رو باید که پرداخت کنند. میخواستیم بفهمیم که کیها قسم خورده میتوانند یا که در کدام حالت قسم خوردن ممکن است، یا عموما قسم خوردن ممکن است یا ممکن نیست؟ قسم خوردن البته از نگاه شرعی به عذر ممنوع است، چون که قسم وقتی که به ذات مقدس به ذات اقدس الهی قسم خورده می شود از نگاه شرعی قسم در محکمه می شود. وقتی دعوا می شود، یک طرف شاهد دارد، یک طرف دیگر منکر است، یا که دعوا میکنه او طرف دیگر مقابل ندارد یگان چیز، در این صورت حق دارد که همون قاضی یا که سودیه اونها را قسم بدهد به نام خدا که چون واقعیت دارد همین یا اینکه ندارد. نباشد دیگر قسم خوردن در دیگر حالت ها البته از دیگر شرعی درست نیست.